نفخ به معنی احساس سیری، تورم یا باد در شکمه. این حالت وقتی پیش میاد که گازهای اضافی در دستگاه گوارشی شما جمع بشه و باعث ایجاد فشار در شکم بشه. این گازها ممکنه از هضم غذا، بلعیدن هوا یا حتی فعالیت‌های میکروبی در روده به وجود بیان. نفخ به خودی خودش یه مشکل جدی به حساب نمیاد، اما وقتی که زیاد میشه یا با درد همراه میشه میتونه خیلی آزاردهنده بشه. شاید گاهی اوقات احساس کنید که شکمتون به شدت بزرگ شده و یا حتی از شدت درد نتونید راحت نفس بکشید. نفخ میتونه به دلایل مختلفی به وجود بیاد. بیایم ببینیم این دلایل چیه. اولین دلیل اصلی نفخ غذاییه که میخوریم. بعضی از غذاها مثل حبوبات، سبزیجات خاص مثل کلم بروکلی، پیاز، سیر و میوه‌هایی مثل سیب و آلو میتونن باعث تولید گاز زیاد در روده ها بشن. این غذاها بیشتر حاوی فیبر و کربوهیدرات هایی هستن که در روده ها به راحتی هضم میشن و در نتیجه گاز تولید میکنن. شاید باورتون نشه، اما وقتی که سریع غذا میخورین یا زیاد صحبت میکنین ممکنه مقدار زیادی هوا وارد معدتون بشه. این هوا بعداً در روده ها جمع میشه و باعث ایجاد احساس نفخ میشه. البته این مشکل در مواقعی که با استرس یا اضطراب هم روبرو میشیم بیشتر پیش میاد. به همین دلیل توصیه میشه هنگام غذا خوردن آرامش داشته باشین و آهسته غذا بخورین. گاهی وقتا مشکلات هضمی باعث به وجود اومدن نفخ میشن. برای مثال افرادی که نمیتونن لاکتوز یا قند شیر رو هضم کنن بعد از خوردن شیر یا محصولات لبنی ممکنه دچار نفخ بشن. همچنین افرادی که به گلوتن حساسیت دارن هم ممکنه با خوردن نان یا مواد غذایی حاوی گندم دچار نفخ و ناراحتی شکم بشن. در روده های ما میکروب های مختلفی زندگی میکنن که به هضم غذا کمک میکنن. وقتی که این میکروب ها به درستی تعادل نداشته باشن ممکنه تولید گاز زیادی کنن و باعث احساس نفخ بشن. برای مثال در اختلالاتی مثل سندرم روده تحریک پذیر این تعادل به هم میخوره و باعث گاز اضافی میشه. استرس و اضطراب میتونن تأثیر زیادی روی سیستم گوارشی داشته باشن. وقتی که شما مضطرب هستین سیستم عصبی شما تحت فشار قرار میگیره و این باعث میشه که روده ها به درستی کار نکنن. این میتونه باعث بروز مشکلاتی مثل نفخ، اسهال یا یبوست بشه. بعضی از مشکلات پزشکی هم میتونن باعث نفخ بشن. برای مثال افرادی که دچار بیماری‌هایی مثل بیماری‌های التهابی روده، بیماری سلیاک یا اختلالات پانکراس هستن ممکنه بیشتر از بقیه افراد دچار نفخ بشن. حالا که با دلایل نفخ آشنا شدیم باید بگیم که خوشبختانه روش‌هایی وجود داره که میتونیم به کمک اونها از شر این مشکل راحت بشیم. البته هیچ درمان قطعی برای نفخ وجود نداره، اما میتونیم با رعایت برخی نکات و تغییرات در سبک زندگی نفخ رو کاهش بدیم. اولین قدم برای درمان نفخ تغییر در رژیم غذاییه. اگر متوجه شدین برخی از غذاها باعث نفخ شما میشن، مصرف اونا رو کاهش بدین. مثلا میتونین مقدار حبوبات، سبزیجات نفاخ و میوه هایی که گاز تولید میکنن رو کم کنید. غذاهای ساده تر و هضم‌پذیرتر مثل برنج سفید، سیب زمینی، گوشت های کمچرب و غذاهای پروبیوتیک مثل ماست میتونن به بهبود وضعیت کمک کنن. فعالیت‌های ورزشی میتونن به حرکت گازها در روده کمک کنن. حتی پیاده روی بعد از غذا خوردن میتونه نفخ رو کاهش بده. بنابراین سعی کنید روزانه حداقل 20 دقیقه ورزش کنید. سعی کنید هنگام غذا خوردن آهسته و آرام باشین. همچنین بهتر از مصرف آدامس و نوشیدن
نوشیدنی‌های گازدار خودداری کنید، چون این کارها باعث میشن که هوا بیشتر بلعیده بشه. گاهی وقتا ممکنه داروهای ضد نفت مثل سیمیتیکون یا آنزیم‌های گوارشی برای کاهش نفت مفید باشند. این داروها به کاهش گاز و بهبود هضم کمک میکنند. البته توصیه میشه که قبل از استفاده از هر دارویی با پزشک مشورت کنید. همونطور که گفتیم استرس و اضطراب میتونن عامل مهمی در ایجاد نفت باشن. بنابراین مدیریت استرس میتونه تأثیر زیادی داشته باشه. میتونید از تکنیک‌های تنفسی، یوگا، مدیتیشن یا هر روش دیگه‌ای که به شما کمک میکنه آرامش پیدا کنید استفاده کنید. اگر نفخ شما به طور مداوم ادامه داشت یا با علائم دیگه‌ای مثل درد شدید، کاهش وزن، تغییرات در مدفوع یا خون در مدفوع همراه بود، حتما باید به پزشک مراجعه کنید. این میتونه نشونه ای از مشکلات گوارشی جدیتری مثل بیماری‌های التهابی روده یا اختلالات هضمی باشه. اگر شما هم تجربه‌ای تو این زمینه دارین حتما توی کامنت ها بنویسین و با ما به اشتراک بذارین. ممنون که با من همراه بودین. امیدوارم این ویدیو بهتون کمک کنه تا نفخ رو بهتر مدیریت کنید. فراموش نکنید برای دیدن ویدیوهای بیشتر در مورد سلامتی کانال منو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید.